ای آبیا، اینا کارآفرینای بقیه دنیا، این قرمز منم یا هر کارآفرین ایرانی دیگه. یه فکتی هست که خیلی نمیگن، تو همین یه سال اخیرم دیگه مبرهن شده. آقا یه مسابقه هست تو دنیا اینوریه، مثلا همه باید اینوری شنا کنن. ما تو ایران اینوری شنا میکنیم، هی همینجوری بازوهامون داره قوی میشه. اما مسابقه اینوریه. حالا اگه تو برگشتی یه جا فهمیدی که این بازوی قوی شده رو باید اینوری بذاری، درست. اگه نه که فقط داری بازو قوی میکنی، باید بری یه مسابقات دیگه. نکته اینه، من پایین نوشتم که تو خوب بیزنس کنی توی بازار بد، خب تهش مثلا چی میخواد بشه؟ من مثلا الان اسم نمیتونم ببرم. خیلی از کسب و کارهای بزرگی که الان شما مثلا میشناسید روزمرهشون استفاده میکنید، دنبال فروشن، همین الان دارن میفروشن برن. واقعیت اینه اگر شما کارآفرین هست یا میخواین کارآفرین بشین، بازار لوکال ایران رو ببوسین بذارین کنار، تمام.